به نام خدا. امروز خدمت یکی از بیمه‌گذاران رسیدیم که متاسفانه در اثر حادثه‌ای دچار مشکل شد و ایشون تونستن بعد از مدت قراردادی که داشتن خسارت چنان شرکت دریافت کنن و ما امروز می‌خوایم با ایشون یک مصاحبه کوتاه مدت داشته باشیم تا ببینیم از روند دریافت خسارت و خدماتی که از بیمه پاسارگاد براشون ایجاد شده بوده راضی هستن یا نه. آقای شهرآبادی هستن و ایشون بیمه‌گذار خانم سیدآبادی که و بنده خودم هستن که دو تا بیمه‌نامه برای شرکت ما صادر کردن. یکی نمایندگیشون بنده هستم، یکم نمایندگیشون خانم سیدآبادی. آقای شهرآبادی، از روند خسارت‌دهی و خدمات بیمه پاسارگاد شما راضی هستید؟ سلام دوستان، خسته نباشین. بله، ما حدوداً 5-6 ماه پیش خودمون رو بیمه کردیم اثر یک حادثه‌ای. این انگشتای ما خود فدای دی که به قول گفتنی چیز با زحمت‌های آقا و خانم سیدآبادی رسیدیم به خسارتمون برسیم. چقدر خسارت گرفتید آقای شهرآبادی و چقدر حقیقه پرداخت کردید؟ حق بیمه که 5-6 ماه ماهی 1,500 بوده. بله. نزدیک با خسارت درمانیمون 175 180 دیدن گرفتیم. از روند خسارت‌دهی بیمه پاسارگاد راضی هستید؟ خیلی راضییم. برای مدین آقای آقاسیم آقای خانم سیدآبادی این کاری بوده که خودتون برای آینده نگری خودتون انجام بدید. حالا جناب شهرآبادی، صحبت خاصی برای همشهریان و دوستان گرامی که تلفن می‌زنن دارید شما یا نه؟ حقیقت اولا ما فکر کردیم بیمه مثلا سرکاری و علکی و اینا، حقیقت برای خود مقادسه پیش اومد. حالا مثلا داداشا رو بیمه کردیم، مثلا خانواده خودم بیمه کردیم، مثلا اقوام تجربه توصیه می‌کنیم بیمه کنیم. بیمه خیلی خوبه، ان شاء الله که برای کسی اتفاق نیفته، ولی بازم که دیگه بیمه داشته باشه پشتیبانی هستش. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتین و در این ساعت و این روز تعطیل که هم هست در اینجا حاضر شدید و قبول زحمت کردید. ممنون از شما.